دوستان سلام علیکم. آقا صحنه رو نگاه کنید. از خیابون رد می‌شدیم این دوتا موتور رو هم تصادف کردن، ویلکن هم نیستن، صاحبشون ول کردن دیگر. این موتورها هم دیگر رو ول نمی‌کنن. نمیدونم چه خصومتی با هم داشتن قبلا. از عجایب روزگارا ببینید چطور به هم چسبیدن. به آقا هیچ کس هم نمیتونه جدا کنه. آقا نرو جلو میخوره پاس. شوخی بردارم نیست، مردم هم وایسادن به این صحنه عجب غریب جهانی. نگاه کنید، نمیشه اینا رو آروم کرد. پشتی کج به سبک موتور سواری. آقا این دوتا موتور سوار رضایت دادن همدیگر بخشیدن. این موتورها نمیدونم چه خصومتی که پدر پشت ایران داشتن از قدیم ویلکن نیستن. آها ول کردن. آقا برید پادرمیونی کنید اینا دوباره نچسبن به هم. بالاخره بخیر.